نگارمی
کمال ادب و احترام خاص به بیننده عزتمند تلویزیون سفینه درود میگوییم به همه شما عزیزان دل. شامتان بخیر و شادی. دوستان عزیز، سلسله برنامه فضا است. مهمان خاندان شما تمنا میکنیم که نور و روشنایی و برکت و نصرت در خاندان شما زیاده باشد و پاینده باشد. صلح و ثبات در کشور آفتابی همان تاجیکستان عزیز. و عزیزان، چون هر وقت برنامه فضا است و ما این شام در برنامه همان مهمان داریم هنرمند خلقی تاجیکستان استاد شمس‌الدین محی‌الدین و گروه ایجادی انسمبل شش مقام شهر حصار. و اینچنین در پهلوی من نشستند دو بانوی زیبا، شهنازه ابراهیم و خوجندبردی و صبرینه بانو. شما را نیز خیر مقدم میگویم. و ترانه نخستینه که واقعا در برنامه از جانب استاد شنیدیم خیلی گوشنواز و یک معنی بالا. من گمان میکنم که شما برداشت خوب کردید بیننده های عزیز. و استاد عزیز امکان دارد که سلام و پیام خویش را به نزدیکان و پیوندان، به حق و همسایه ها و به کل هموطنان برسانید از منبر برنامه فضای تلویزیونی سفینه. تشکر. اول تشکر خود را از نام انسامبل همه هنرمندان انسامبل، همه مطربای انسامبلی که در امروز در اینجا اشتراک دارند و همه تماشابینان عزیزی تلویزیون سفینه تشکر. و میخوام که این برنامه ما برای آنها مقبولشان باشد، برای آنها خیلی شنیدنی و دیدنی باشد. سلامت. اونایی که ما را امروز تماشا دارند و خطی ما در نزد تلویزیونی آینه های نیلگیشان نشستند، آنها را بسیار خوش میگم، سلامت باشند، روزشان همیشه با موسیقی باشد. سلامت باشند. تشکر. و ترانه نخستینه که اینجا اجرا گردید استاد، من تا اونجا اطلاع دارم بازخوانی شد و اطراف همین ترانه یک کم میخواستم شما همچون هنرمند خلقی، همچون یک نفره که در جدای صنعت زحمت های زیاد کشیده اید، قصه کنید که این ترانه تا جای آگاهی دارم از استاد اکاشریف جورایف بود. بله بله. و شما شاید در این برای اطلاعی بیشتر داشته باشید. بله بله. من بسیار خوب شد که ما این ترانه را از همین استاد زنده‌یاد اکاشریف جورایف امروز یاد کردیم و با سهم تماشابینان تلویزیون این سفینه رساندیم. یک تاریخی خیلی دور و دراز هم دارد و اینا کمک کوتاه کردم میگم که این سرود من اینا در وقتی در انسامبل دریای نزد تلویزیون برای کار کردنم در اونجا خوانده بودیم و ثبت شدگی بودیم. این خیلی چندین سالها شد، تقریبا 20 سال شد خواندگی من این ترانه را. اما یک تاریخ دیگر دارد که استاد اکاشریف جورایف همه مردم تاجیک از اونایی که تلویزیون تاجیکستان تلویزیون سفینه را تماشا میکنند، اکاشریف در یک شیپنگی برآمد کرده بودند. یک شیپنگی صحرایی هستند و در همونجا سالهای 60 یا 62 بود برآمد کرده بودند. همون شیپنگ این قشلاق ما میشد. قشلاق نام شاپور نام دارد. خب سنی چند داشتید اون وقت؟ اون سن تقریبا 11-12 سال بودم. خیلی خرد بودیم اون وقت. در همونجا ثبت ما هم ثبت کرده بودن. افسوس که مسافرها نشان دادن و ما را نشان دادگی نیستند. بسیار اهمیت دادم اما ما را نشان ندادند. همونجا اکاشریف آوردن در همونجا چی میگن شینانده، هم تنبور شناده دستشان داده و بسیار یک عجیب با یک صلابت خوب در قبلشان مقیم جورایف بود. هم تبلکیشان بود، هم سرشان بود. اما نواخته هیچ وقت ای خاطرم نمیرد. اما نمیدونم کدام سروده خوانده بودن. میدونم که اکاشریف همین آهنگای خودش و همیشه ثبت کرده بودن و این ثبت تا امروز باقی مردم تا امروز تماشا میکنن. خب چون سن 11-12 سال داشتید اون وقت استاد، اون وقت علاقه شوق موسیقی بود در قلب شما و برابر دیدن استاد اکاشریف جورایف شما راه گرفتید؟ این شوق پیش این ذوق خدادادی میشه. اما الانگه خورد کم باشد اما خدا میتدین درم درونت وجودت میسدین. اما این چیز بود وقتی اکاشریف تنبورش ما میگیره، دلی من شخصا به خوش میامد، به شور میامد که منم همین تنبور گرفتن نواختم میتونستم باشم و خدا هم ممکن امید کرده باشد ما هم من چی میگم میسر شدیم، تنبور گرفتیم و صحنه‌های بلند برآمدیم و مثل اکاشریف های آدما میشناسند
همین خیلی بسیار خاطره های زیادی این استاد دارم چون که من این آدم زنده دیدگیم. بله خب من تا اونجا فهمیدم تاثیر هنری اون کس هم شما رو توانست به راه بیاره. اگر نمیشد من این سرود چه خواندن نمیتونستم. بله همین خیلی اگر نمیشد من این سرود خواندن نمیتونستم. بله تشکر و اکنون به استاد برمیگردیم به فعالیتی که امروزه در انسمبل شش مقامی شهر ایسور به حیث استاد مقام فعالیت میکنید شما. خب کار در انسمبل چگونه است؟ چگونه رفته ایستاده است؟ تشکر. ما به نزدیکی با همراهی من مطربا با راهبری انسمبل خسرو شمس‌الدین انا طول یک سال تیار دیدیم برای این جشن گذراندن. خیلی که با شما معلومه به همه تماشابینای مخلصای شش مقام معلوم که شش مقام هم مطربش هم آوازخواناش خیلی چی میگن کمیابن اینا. بله. انا این چیزی کلاسیکه که باشه اینا خواندنش هم و با مردم رساندنش هم مرکبه خودش داره. بله بله. برای همین ما این جشن خیلی با یک شکوه شما همین انسمبل کتی این همین دختره که زیبای ما بودن اشتراک کردن با ما بسیار کمک میرسونن. شریف جان در اینجا استاد ما برادر ما نه بسیار خیلی خوب شیرین مینوازه. عبدالرشید استاد ما برادر ما رستم جان انا فخردین دایره بهش داده در اینجا. برای همین ما این خیلی تماشابینای عجیب این مخلصای مقام با یکشین میبیانده در اونجا. هر کس نمیبیاد اونجا. خب چند در برنامه‌تون چند سرود گنجایش داشت؟ سرود تقریبا 10-11 تا بود. همین خیلی بود خسرو 10-11 تا سرود بود. 10-11 سرود بودن. اونجا کی بیشتر سراید از آوازخوان‌ها؟ در اونجا بیشتر آوازخوان‌ها بودن. من خودم سرایدم سروینه بانو بودن، شهنازه بانو بودن، خسرو بود. همین خیلی خلاص که خودش همین با همین چیزا با گروهی خوندیم. یک چه بود دو کسا خوندن. این خودش همین خیلی قریب که این نامی را بود میشدن. مردم خوب قبول کردن؟ خیلی خوب قبول کردن. تا همین سر نشدن از همین کنسرت ما. با کنسرت تمام شد با خسته نرفتن اون. سلامت باشن. یعنی این معنی داره که برنامه همین موفقیت انسمبل هم همین که همه مردم عینی انسمبل خسته بروندن نرفت. موفقیتش همین که همین 6 تا تماشا کردن. 10 کس هم باشد 50 کس هم باشد اما 6 تا تماشا کردن. بله. خب مضمون ترانه هاتون چی را در بر میگرفتن؟ مضمون ترانه اکنون این از سرودهای حافظ سرودهای جامی این چی میگه خیلی که به شما معلوم است غزل‌های شش مقام آهنگ‌های شش مقام از همه بزرگا از حافظ بیدل خیام جامی همه از همینا همه اون چیز عقل و تربیوی و همه چیزها رو در نظر دارد. انا شاهنامه‌بانی خواندن حاضر من به سمع شما میرسونن. انا از یک غزل هلالیه انا از همون وای کردن من شاهنامه‌بانو انا یک سرود خیلی عجیب خواندن اونو با من با سمع تماشابینان میرسونن. و ایلاجو بزرگ خودشون درگون چی میکنن درباره همین البته حتما میپرسیم. تشکر. و ترانه دوم رو اینجا گمان میکنم که خسرو شمس‌الدین فرزند شما میسراید. بله ها. اگر به گلشن ماهی من بناز گردد اگر به گلشن ماهی من بناز گردد قدی بلندد شیرین جان چی جلوه دارد قدی بلندد شیرین جان چی جلوه دارد. درونی خانه شیرین جان ماهی یگانه درونی خانه شیرین جان ماهی یگانه رویش را دیدم شیرین جان با
صد بهانه رویش را دیده شیرین جان با صد بهانه زیبا نگار جان یارکم از ما جدا شد زیبا نگار جان یارکم از ما جدا شد دردی محبت شیرین جان نصیب ما شد دردی محبت شیرین جان نصیب ما اگر به گلشن ماهی من با ناز گردم اگر به گلشن ماهی من با ناز گردم خدی بلندت شیرین جان چی جلوه دارد خدی بلندت شیرین جان چی جلوه دارد قدی بلندت شیرین جان چی جلوه دارد خسته نباشید بیننده های عزیز، بار دیگر شام زیبای وطن به یکایک شما مبارک باشد. راستی من خستگی رو احساس نمی کنم چون مهمانم در خاندان شما و سپاس میگویم برای مهمانداری خاص تاجیکانه. و اینک هم صحبت میشویم با خانم شهنازه ابراهیم و خوجند بردی و صبرینه بانو. بیده کم صحبت کنیم که خب خانم صبرینه ختم کرده کجا هستید؟ تشکر زیاد. من سال 2002 شامل کنسرواتوری ملی تاجیکستان شدم و سال 2007 اون رو ختم نمودم و از سال 2016 این جانب در انسامبل شش مقامی فیلارمونی خلقی شهریستان به نام تاجدی محیدینوف کار و فعالیت دارم. سلامت باشید. خب اختصاص شش مقام رو ختم کردید. بله. کی برای شما تعلیم داد از این رویه صنعت؟ در 5 سال تحصیلی که من در کنسرواتوری تحصیل گرفتم، استادی که واقعا هم انسانی خیلی بزرگ بودند، هنرمندی خیلی ممتاز بودند، شناخته بودند. شادروان حاجی مظفر محیدینوف به من استادی کردند. اینچنین ارباب هنری تاجیکستان الماس عبداللهیف استادی من بودند. من زیری سرپرستی همین دو استادی بزرگ تحصیل گرفتم. ژانر شش مقام گمان میکنم یک کم مشکل هم هست. چرا انتخاب کردید این رو؟ چون خورد بودیم و سرود و آهنگ‌های شش مقام و کلاسیکی انسان رو تربیه میکند. البته خیلی به من پسند بود، از این رو انتخاب کردم همین جاده رو. فرزندان یگان نفر روی هنر مادر رو انتخاب کرده است یا؟ حالا فرزندانم خورد هستند لیکن خیلی شوق و رغبت زیاد دارن. سرود میخونن. در کنکورس اشتراک کردن که؟ سال 2021 در آزمون فستیوال آزمون تاجیکستان وطن عزیزم اشتراک کرده است. از اول جای سوم شدم فرزندان من. بسیار خوب، بهترین. واقعا در اون خاندانی که سرود است، معنی است، ترانه است، از بزرگان قصه می شود، در اون خانه حتما که فرزندان تربیت خوب می یابند، یک راه درست رو انتخاب میکنند و چون با چنین استادانی که واقعا هنر ملت تاجیک رو معرفی کردند و تا کنون برای این ملت زحمت کشیده ایستادن، کار کردن شما خود این موفقیت است. چون گمان میکنم هر لحظه یک چیز می آموزید از استاد. و استاد شما در مورد هنرشون چی گفتنی هستید؟ صبرینه بانو خیلی صدای نازکی، خیلی فورا صدا دارن. هر هنرمند با صدای چی میگن به همین رویه مقام میخواندگی صدا به همه میسر نمیشود. این همین خیلی دیاپازون آوازش است که کدام سرودی مقام اگر خواند این آوازش برآورده میتواند و صدای خوب دارد. در اینجا در برای مقام خواندن، چون که مقام خودش چیزی کلاسیکه، که از کلاسیک چیزی وزنین. بله. اینا هر کس فهمیدن نمیتوند. برای اینا فهمیدن
بسیار صدای خوب داشتند در کار. هنرمند باید رساند اون را. رساندن. اگر همه آواز لحن شیرین باشد، آواز شیرین باشد، اگر کدام سرودی مقام خواننده او با تماشابین رسانده میتونه. بله بله. نباشد قین دشواری دارد. بله تشکر. و بیننده های عزیز من گمان میکنم که دیگر همه ما و شما میدونیم این برنامه اجرایشی زنده است. بعد چند لحظه صحبت باز میخوایم یکم ترانه بشنویم، سرود بشنویم و دوستداران ژانر شش مقام را حال حاضر صبرینه خوجانبردی و با یک ترانه زیبا در رویه شش مقام شاد میگرداند و اول میگوید که این ترانه مالکی است چگونه آماده شده است. بله بله. سرودی که حاضر من به شما پیشکش میکنم نگارید نام دارد، غزل هلالی است، آهنگ کلاسیکی، کارکردی فضل‌الدین شهاب‌فر. زدنش را نگره آن کمر بستن و خنجر زدنش را نگره طرف دامن به میان بر زدنش را نگره طرف دامن به میان بر زدنش را نگره جانی بگیر ای من چون نگرد از سر ناز خنده بر جانی بی دیگر زدنش را نگره خنده بر جانی بی دیگر زدنش را نگره شوخی من مست شد و ساغری می زد بر سرم شوخی من مست شد و ساغری می زد بر سرم شوخی و مستی و ساغر زدنش را نگره شوخی و مستی و ساغر زدنش را نگره و جهان در زدنش را نگره هر دم آتش و جهان در زدنش را نگره استاد بیاید یک کمک یادآوری کنیم از زمانی که در مثلا انسامبل دریا فعالیت میکردید. خب چگونه بود کار اون زمانی که فعالیت میکردید؟ همین خیلی سخنه همین خیلی گذاریم چون من در اول در انسامبل شش مقام بودم. شش مقام اون وقت انسامبل یک تا شش مقام بود. دریا نبود. در اونجا بسیار استادای بزرگ برنامه ساخ و احمد باباقلوف، مظفر محیدینوف، بسیار استادای دیگر بودند.
نخره رحمتова نگینا رؤوفова همه اینو در یک انسامبل بودن بعدتر بعد از من اومد اینجا دونا بهراموف مستانه ارگش و بعد سعید قل بیالوف آمدن بعد چون دیدن که اینجا تاریخ بیاد بسیاره بعد چون دیدن که در اینجا رویه ها خیلی مختلفن بعد به همین قرار آمدن که شش مقام با یک گروه دیگر تقسیم کنند یعنی انسامبل علاهیده انسامبل علاهیده نه از همونجا استادا مثال گر نخره رحمتова نگینا رؤوفова دونا بهرام بود محکم زبیدالله بود عزیز بها بود خدا رحمتشون کنه جمشید اسماعیل بودن اونجا بعد همینا را وای کردن از شش مقام گرفتن یعنی شش مقام در یاد تولد کرد همین خیلی به دنیا آورد اینا چون همین خیلی هنرمندا بودن که همین رویه در کار بود بعد موندن انسامبل دریا موندن و بسیار شهرت پیدا کرد و منم نیز به همونجا شامل شدم در اونجا تخمین 10 سال فعالیت کردیم در اونجا بسیار سرودهای بسیار خوندیم بهار آمد بهار گل عذار آمد اینا رو در اونجا خوندیم بعد خودم دیدم که من بسیار مایلم به شش مقام زیادتر است بعد استادا خواهش کردم که من به انسامبل شش مقام گذراندن بعد انسامبل شش مقام گذراندن بعد تا آخری کار تا آخری چی میگن نفقه برآمدن در اونجا فعالیت کردم و خیلی با استادای بزرگی مقام چی میگن همکاری کردیم و سخنهای اونها را چی میگن معلمی آنها را ما آموختیم از مکتب آنها آموختیم بخصوص استاد بای محمد نیازی اونجا چندین سال در اونجا معلمی کردن من از این چی بهت بهره بردم برای من بسیار در حیات هنرمندی من بسیار رولی مهم بازی کردم. بله سلامت باشن تشکر و چند سالی که فعالیت کردید گمان میکنم که شمار ترانه هاتون هم خیلی زیاد است. بله چی میگن اونجا تخمین از 200 تا زیاد ترانه ها را ما ثبت کردیم اونجا از در رویه مقام در سرودهای آهنگای خودم استرادی در آهنگای خلقی مردمی یعنی استرادی نخوندیم انا همین چیز خیلی شش مقام از مقام بسیارتر خوندیم گروهی بسیارتر خوندیم در اونجا در بسیار کنسرت های دولتی در بسیار کنسرت های بسیار با شکوه برآمد کردیم سفرها هم کردید گمان میکنم معرفیگر هنر ملت توجیه بله بسیار یک سفر خیلی عجیب بود که ما اول روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه بود اونجا چند روز ایستادیم بعد از اونجا خودی با خود اشتراک همون جناب عالی ما پرواز کردیم به فرانسه از همون روسیه در اونجا 5 روز بودیم ما یک دولت عجیبی اروپایی دیدیم عجیبات بود در همین خب معرفی میکردید صورتخوانی میکردید مردم اون منطقه چگونه قبول میکردن اونجا گرچندی زبانی ما نفهمم اما صنعت میفهمن موسیقی دو زبان نداره بارکالله اما میفهمیدن اونو اونجا خاص یک فرانسوزا نبودن اونجا ایرانی ها بودند افغان ها بودند اونها آمدن بسیار خوش می آمد برای اونها با خوندن ما با همین زبانی ما با لحن ما بسیار عجیبات بود تشکر و رشد صنعت و هنر را در دوران استقلالیت چگونه میبینید شما راستی گپ که ما هر دو دوره را از سر گذراندیم هم دوره شوروی هم دوره شوروی زمانی خود کار و بار خودش داشت و حتی حاضر قریب که اجدادی من برآمد این دوره هنرمند خیلی آزاد است خیلی آزاد است او کدام سرود کدام چیزی که بدلش میگنجد همه را خوانده میتوند آمده در اون دوره خیلی نبود همه چیز از ست که میگذشت از اتاپ میگذشت بعد تو با تلویزیون برآمد میکردی یا تاریخ رادیو میخوندی حاضر همه هنری خوب داری آوازی خوب داری همه در حق شده است مرحمت بیا خون خودت نشون تی تشکر سلامت باشین استاد مهمان دیگری ما هستند دوستان عزیز که شما میبینید خانم شهنازه ابراهیم خانم شهنازه چی ترانه آوردید به برنامه فضا قشقرچه صادرخان غزل هلالی آهنگ کلاسیکی را من اجرا میکنم بسیار خوب حال حاضر در انسامبل شش مقام فعالیت میکنید بله این کسب را دوست میدارید بله من از سینی خوردیم با همین ژانر کلاسیکی که پدرم از خوردیم میخوندن من در همون پدرم رفتم آهنگوی پدرم رو با همراهش زمزمه میکردم از سینی خوردیم است بعد آهسته آهسته با انسامبل شش مقام اومدم
پدرتون هنرمند هستند؟ هنرمند. بسیار خوب. و من گمان میکنم که استاد شمس‌الدین محیدینوف درباره هنر شما بهای خوب میدهد. بله، شاهنازه بانو یکی از همون هنرمندای ما هست. ما خیلی یک 4 تا دختر داریم. 4 تا دختر داریم، هر چهارشون بسیار صدای خوب دارند. بخصوص شاهنازه بانی چقدر که دختره که زیبا ما گفتیم، سبرینا گفتیم، این که در بسیار آزمون ها جاهای اول گرفته آمدن. انا بعد خودشون هم تا انسامبل ششمقام حصار آمدنشون با استادا در مرکز بودگی از تعلیم گرفتن و از اونها وای کردن آموختن. چی میگم، بسیار صدای خوب دارد و میتوند که کدام سرودی مقام اگر خوند با تماشابین خودش رسونده تون. تشکر. خب بیننده های عزیز، ما اکنون رسیدیم به انجام برنامه این شامینه فضای تلویزیونی سفینه. با امید اونه که تیز به دیدار همدیگر برسیم و برای همدیگر سلام بگوییم، از خوشبختی خرسنده همدیگر و از پیشرفت این ملت صاحب تمدن قصه کنیم. برای برکت در روزگارتون، شامتان بخیر، شبتان خوش. See